Во-первых, я снимал этот фильм в течение 3 года, потому что физически было невозможно поехать куда-то во فیلم شاگون را دوام 3 سال به نوار گرفتم. از مراسم های قدیمی تاجیکان افغانستان، تاجیکستان، پاکستان نقل می کند. وقتی سفرهای کاری به این وادی ها چیزهای جالب را برای خود به نوار می گرفتم و عاقبت آنها را تنظیم کرده شکل فیلم نامه دادم. این بیان واقعیت آن مراسم هایی است که در نوروز از طرف تاجیکان کوهستان رعایت می شوند. از پیشینیان شنیدم که در دوران قدیم زمین زیر یخ بوده است. پروردگار به جمشید امر نمود تا پادشاهی خود را آغاز نماید. مردم بدخشان اعتقاد دارند که بعد عهد یخبندی 2 فرشته به زمین فرآمدند. نام این فرشته ها یما و یما بود. По легендам народов Памира, якобы эти два... این 2 از غار برآمدند و آنها از درون همین غارها مردم را بیرون آوردند. آیین زندگی را به آنها آموختند. چون مردم از غارها بیرون شدند، حیات از نو آغاز شد. آن را شاگون نامیدند. طبق سرچشمه ها گویا تولیدگاه نوروز بدخشان است. در وادی وخان در عید برزه اول چپه پوشیدن پوستین ها رسم گشته است. با همین نیت که در سال نو حاصل زمین هایشان مثل موی پوستین زیاد گردد. Что на самом деле на Памире очень много сохранилось. به نظرم کوههای بلند زبان و فرهنگ آریایی های قدیم را قرنها اینجا حفظ کردند. کوهها آن را از مخلوط شوی نگه داشتند. Как-то были заблокировали. То есть туда редко пришло какая-то новая культура. از دید برخی از تاجیکان کوهستان بدخشان زمین از زیر یخ بعد ختم چیله زمستان آزاد گشته است. تا کنون هم تقویم مردمی هرز هستی می کند که خیرپیچار یا حساب مرد نام دارد. مطابق با 1 فوریه تقویم گریگوریانی حساب مرد از روی عضوهای بدن انسان آغاز می یابد. یعنی چون نور آفتاب به ناخن می رسد، مژده بهار به دهقان می رسد و این روز را до праздника Навруза на Памире еще сохранились 2 праздники, которые они справляются до Навруза. تا نوروز باز مراسم های دیگری هستند که آنها را تنها در فرهنگ مردم بدخشان دیدن ممکن است و این مراسم ها در اساس یک تقویم محلی ترتیب می شوند که عجیب است. تقویمی که نام عضوهای بدن انسان را دارد. به این طرز مردم حساب روز را با وجود انسان پیوند می دهند. یعنی وجود وقت در تناسب به حیات انسان معنی پیدا می کند. مردم تمامی کارهای خود را در اساس این تقویم سازمان می دهند. عجیبش این است که آن در حقیقت برای به نقشه گرفتن حتی کارهای خواجگی مطابقت دارد. حالا آن در دهات کوهستان به کار برده می شود. این تقویم از 31 ینور آغاز می یابد و نخستین مراسم های نوروزی نیز در بدخشان از همین وقت سر می شوند. در این روز چیله تمام می شود. 40 روز سرد زمستان را کوهستانی ها همین طور نام می برند. در این وقت خوردنی مخصوص آماده می شود. طبق طلبات باید گوشت نداشته باشد. با روغن، شیر و آرد پخته می شود. از طرف زن به مرد خانه خبر داده می شود که حساب تقویم آغاز یافته است. در این روز شاخه های ارچه می آورند به خانه. آنها تا سال آینده نگهداری می شوند. 3 روز جشن گرفته می شود وارد شوی به این تقویم. این تقویم از انگشتای پای آغاز شده آن را سیر خورشید در بدن انسان گویند خیرپیچار. آوانه که تقویم به زانو می رسد مراسم دیگری آغاز می یابد با نام خیرچزان. Время берет свое.
То есть, насколько бы традиции древние их не сохранили, они со временем они uходят. وقت کار خود را می کند. آن مراسم های قدیمه را از بین می برد. تصورها تغییر می یابند. البته این مراسم هایی که ما به نوار گرفته ایم در حال از بین رفتنند. مراسم های زیاد داریم که تفکر آدم را دیگر می کند، تربیت می کند. حیات بخشیدن آنها مفید است.